دلمه برگ مو یه غذای اصیل و سنتی و پرطرفداره که تو هر خونه‌ای با یه طعم خاص درست میشه. دلمه باید یه اندازه و پرملات و براق باشه. بیایم با هم درستش کنیم. برنج خیس خورده رو تو قابلمه آب جوش بریزید و بذارید چند غل بزنه تا به حالت دون در بیاد و آب کش کنید. لپه رو از شب قبل خیس کنید و بذارید کامل بپزه. پیاز و نگینی خورد کنید و تو روغن تفت بدین تا سبک و شیشه‌ای بشه. گوش چرخ کرده رو بهش اضافه کنید، تفت بدین تا تغییر رنگ بده. حالا ادویه ها و رب بریزید، کمی تفت بدین و بهش آب جوش اضافه کنید. بذارید کمی با آب جوش بپزه. همون اندازه که چاشنی دلمه تو طعمش خیلی تاثیرگذاره، انتخاب سبزی هم باید خیلی مهم باشه. خورد کنید و بذارید کنار. برگا رو بعد از شستن دم برگش رو جدا کنید و 1-2 دقیقه تو آب جوش برای نرم شدنش بجوشونید و آبکش کنید. برای مواد میانی برنجی که دون آبکش شده به همراه لپه‌ای که کاملا پخته شده و گوش چرخ کرده و سبزی خورد شده رو با هم دیگه ترکیب کنید و اینجا اگه دیدید که ادویه لازم داره دوباره بهش اضافه کنید. رسیدیم به مرحله جذاب پیچیدن دلمه. قسمت برجسته برگ باید به رو باشه. یه قاشق پر از مواد میانی روش میریزید و کاملا سنتی وار بقچه پیچش میکنید. شما میتونین به حالت لوله‌ای شکلش بدین که قطعا ظاهر بهتری داره، اما خب مواد کمتری توش جا میشه. کف قابلمه روغن بریزید، دولای برگ مو بذارید و دلمه ها رو فشرده کنار هم بچینید. من این بار از چاشنی آب و آبقورو و نمک و فلفل استفاده کردم و برای براق شدنش روغن کاملا داغ روی دلمه ها ریختم و به مدت 1.5 تا 2 ساعت دم کردم.